سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز هم میخوایم خیلی سریع و ساده دریاچه دوم بلاکس فود رو بهتون معرفی کنم و مهمترین بخش ها رو نشون بدم. بزن بریم. بچه این NPC شمشیر گانتون رو آپگرید میکنه. چند تا چیز ازتون میخواد، بهش میدید و شمشیر گانتون رو آپگرید میکنه. با این NPC هم حرف بزنید. از دریاچه دوم بلاکس فروت به دریاچه یک بلاکس فروت میرید. بچه این NPC هم اسپین میزنه، میوهی که میوه های مختلفی بهتون میده. اسپینه دیگه، تو دریاچه یک دیدید دیگه، چیز جالبی نیست. بچه این هم استوکه یا همون فروشگاه. بچه این هم ریستون رو تغییر میده. مثلا ریستون هیومنه میکنه مثلا شارک، ولی تو دریاچه دوم یه پول به نام فرگ اومده که من الان 852 تا دارم. 3000 تا به این فرگ بدید ریستون رو عوض میکنه، مثلا هیومنیت میکنه شارک. بچه اینم که هاکی دسته، هاکی رنگیه. شاتوت بهش میدید یا 1500 تا بهش فرگ میدید. 1500 تا فرگ با شاتوت رو بدید بهتون هاکی دست رنگی میده. اون لجنداش هم 7500 که تو دریاچه سوم بهش نیاز دارید. لجنداش اینجا هم بچه ها میز تریده، باش ترید میکنید. اون لجندایی هم که گفتم سفید و قرمز و اگه آدم باشه صورتیه. اینا رو تو دریاچه سوم باید حتما داشته باشید. حتمانی نیست، باید داشته باشید، واجبه. اینا که دریاچه سه هم میدونن چی میگم. بچه اینا استستون رو تغییر میده. 2500 تا فرگ بهش میدید، استستون رو از 0 میده که خودتون هر جور که بخواید میچینید. بچه اینجا هم ریده، میواتون رو از V1 به V2 تبدیل میکنه. مثلا لایت هم V1 به V2 تبدیل میکنه، بعد فرگ بدید اونا. بچه این هم یه رمزی داره، رمز رد اولیش، دومی بلوه، سومی گرینه، چهارمی هم دوباره بلوه. بچه بعد از اینکه رمز زدید این دره باز میشه و میرید بالا. بچه برید بالا، میرید اینجا داخل. اینجا نگاه کنید، لیولای بالای 1100 میتونن اینجا رو بگیرن، بخرن، یعنی چیزا رو واسه رید. کسی دیگه میتونه بخره واسه تون، ولی شما نمیتونید. اونایی که لیولشون یعنی 1100 به پایینن نمیتونن. نگاه کنید من 1100 به پایینم نمیتونم، باید حتما لیولم 1100 یا بالاتر از 1100 باشه.
بعد اونی که میگیره میاد اینجا میزنه و اونی که هم که نگرفته اینجا وای میسته که تا اون یارو پلیو بزنه. دیگه همین دیگه بچه‌ها. دریاچه دو چیزی واسه معرفی دیگه نره. این چیزای ابتدایی بود که کسایی که واسه بار اول وارد دریاچه دوم بلاکس فروت میشن به دردشون میخورد که اینا رو بدونن. بچه ها نگاه کنید، میام اینجا وای میسم. اونایی که رمزو میخوان از رمز عکس بگیرن که یادشون نره وایسید. توی زاویه هم باشم. بچه این خوبه دیگه. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.